سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار بهتون آموزش بدم که چطور سکه بیشتری به دست بیارید. کلا تو وستلند دو تا راه رایگان و یه دونه راه پولی هست که میتونید باهاش سکه در بیارید. راه رایگان که همین یکی انجام مأموریت و زدن تستای بیابانی هستش و راه پولی هم خرید سوپر وی آی پی یا وی آی پی یا حتی خرید سکه مستقیم از شاپ بازی هستش. آموزش من در مورد راه رایگان هستش و با پولیه کاری ندارم. خب اولین راه که همون زدن مأموریت‌های تابلو مأموریت هستش که باید شما هر روز همه مأموریتایی که دارید رو بزنید، چه سخت چه آسون. ولی بعضی مواقع بهتون یه سری مأموریت مثل قاره ارواح و تست بیابانی بهتون میده که اصلا سکه زیادی بهتون نمیده. من میخوام بهتون یه روشی بگم که یه کاری کنید که اصلا مأموریت تست بیابانی و قاره ارواح نیاد. در ادامه ویدیو بهتون آموزششو میدم. فعلا در مورد این مأموریتی که اومدم بهتون توضیح بدم که چطور مأموریت ستاره غرب رو یکم با استهلاک کمتری بزنید. فرقی نداره که مأموریتی که اومدید سخت باشه یا آسون، فقط شما به یه دونه اسنایپ نیاز دارید که باید حتما همراهتون داشته باشید. اول همینطور که الان دیدید میتونید از دور دونه دونه این راهزنا رو بهشون یه دونه تیر بزنید که همشون با هم بهتون حمله نکنن که خیلی بد بهتون دمیج بدن، چون راهزنای رد بالاتر میندازه. ولی یه روشی هست که میتونید حتی خود اون قطار رو هم با استهلاک کمتری بزنید که الان میبینید توی ویدیو. من چون که یه مأموریت دیگه هم انجام دادم و ایونتوریم پره، برای همین میرم بیس تا وسایلم رو خالی کنم و بعدش برم سراغ قطار. اولین واگن رو شما باید همینطوری بیاد بالا و بزنید، چون ترفندی نداره برای راحت تر زدن. اینم بگم که این آموزش در مورد مأموریتایی که روی سقف قطار میفته، نه اونایی که توی خود قطار میفته. دقیقا برای همینجا بهتون گفتم بعد اسنایپ داشته باشید. اینطوریه که شما تا جایی که تیرتون به اونا برسه نزدیک میشید بهشون. بعد اینکه اولین تیر رو زدید سریع برمیگردید و میپرید واگن قبلی. خب اینجا چون که اونا سلاح نزدیک زن دارن و شما اسنایپ دارید، میتونید از فاصله دورتر بهشون دمیج وارد کنید، ولی اونا نمیتونن چون که سلاح نزدیک زن دارن. فقط بعد فاصله رو یه جور تنظیم کنید که اونا به شما نتونن تیر بزنن. بقیه‌شون هم که خیلی کار راحتیه، چون که اصلا سلاح گرم ندارن و سلاح سردی که سلاح سرد هم باید خیلی نزدیک باشن تا بتونن بهتون دمیج وارد کنن. فقط بعضی موقع توی ستاره غرب دشوار یه دونه اسنایپر میفته که اونم کار سخت نیست، کلا یه دونه است. خب اینجا هم دقیقاً دوباره همون ترفند رو میزنم تا بهتر یاد بگیرید. وقتی که میخواید سلاح رو تعمیر کنید حتما HP هاشون رو 1 کنید که نهایت استفاده رو از سلاح برده باشید، چون توی منابع فرقی نمیکنه که HPش 2 باشه یا 1 باشه یا حتی بالاتر، فقط قرمز و سبز بودنش فرق میکنه توی منابع. پیشنهاد منم اینه که کلا سلاح رو روی قرمز تعمیر کنید، چون که سبز و قرمز کلا یه دونه اختلاف منابع دارن. خب من تا آخر زدم و الان میریم سراغ باس آخرش. خب بریم سیلورتون و ببینیم این دوتا مأموریتی که زدم چند تا سکه میده به ما. یکی از مأموریت تکای نقشه بوده که بهمون 60 سکه میده و اون یکی هم ستاره غرب متوسط بوده که بهمون 95 تا سکه میده، چون که رده 4.
خب حالا بریم سراغ آموزش، این که چطور یه کاری کنیم که ماموریت قاره ارواح و تست بیماری به ما نیفته. شما باید تست بیماری و قاره ارواح رو هر 2 روز یه بار قبل اینکه ماموریت جدید بیاد بزنید، که خیلی کار سختی هم نیست. ماموریت روزانه هم که هر روز ساعت 3:30 صبح میاد که شما باید قبل اون ساعت تست بیابانی و قاره ارواح رو زده باشید. این کار فقط ازتون یکم انرژی میگیره، چون که اصلا نیازی نیست تا موج بالا بزنید. تست بیابانی رو شما حتی اگه تا موج یکم بزنید بعدش اتمام بزنید بسته، ولی خب من چون که نیاز به سکش داشتم و قندش تا موج بالا میزنم. شما اگر میتونید تا موج بالاتر بزنید چون که سکه خیلی زیادی بهتون میده و حتی قندش هم خیلی به دردتون میخوره. دوستان اگر سوال یا مشکلی در مورد بازی دارید و اگر دنبال اتحادم هستید، میتونید توی گپ اول ویدیو جوین بشید. هم کسایی هستن که دنبال عضو اتحاد میگردن که اگر شرایطشون بهتون خورد میتونید بهشون بگید و برید داخل اتحادشون، و اگر سوالم دارید میتونید اونجا سوالاتتون رو بپرسید و خیلی زود بهتون جواب میدن. خب ما الان تا موج 19 اومدیم که بهمون 95 تا سکه و 10 تا قند داد که خیلی خوبه. خب همینطور که میبینید اینجا تا 2 روز دیگه ریست نمیشه و ما میتونیم 2 روز ماموریت خوب بزنیم. خب حالا بریم سراغ قاره ارواح. قبلا اینجوری بود که وقتی که می اومدید اینجا استارتش میزدید و همون لحظه اتمام میزدید، اصلا بدون کشتن یه نفر میرفت تا 2 روز دیگه. ولی خب توی آپدیت قاره ارواح اینجا کلا تغییر کرد که اینطوریه که الان شما باید تا باس اول بزنید، که توی ویدیو میبینید کجا رو میگم. وقتی که شما 2 تا اتاق رو رد کنید، اتاق سوم همون باسه که شما میتونید همونجا اتمام بزنید و برید، که یه دونه صندوق هم داره که میتونید حتی از اون صندوق هم متوجه بشید که کجاه. خب اینجا رو میگفتم که باسش هم همون پیاسه هستش. وقتی که شما تست بیابانی و قاره ارواح رو بزنید دیگه ماموریتش برای شما نمیفته و شما میتونید هر روز ماموریت خوب بزنید و کلی سکه در بیارید.
من چون که مأموریت دارم بعد تا آخرش برم، ولی شما تا همون باس اول بیاید کافیه. خب دوستان، هم از ویدیو امروز مرسی که تا اینجا تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود با لایک و ساب از من حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.